ساکنان زحمتخرین شهر ترسونزاده نیز جشن بین‌المللی نوروز عالم‌افروز را با رعایت رسم و آیین‌های نک اجدادی تجلیل نمودند. نمونه خوراک‌های ملی و نمایش عنعنه‌های مردمی دهات با معرض تماشای مهمانان بزم نوروزی گذاشته شد. مردمان جهت پسندیده نوروز را که بیش از 6000 سال تاریخ داشته برای انسان و زندگی خوش و خرم انسانیت خدمت می‌کند. در حقیقت با تشبث پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جشن نوروز یک جشن جهانی امروز تبدیل یافت. سراسر جمهوری تاجیکستان عید نوروز را همگان جشن گرفته ایستادند. امروز شهر ترسونزاده نیز در این جشن سهم خود را گذاشته است. امروز در جمعیت دهاتی به نام ترسونتویچی شهر ترسونزاده شکلی که شما شاهد گشتید این جشن نوروز با یک شکوه شهامت خاصه جشن گرفته ایستاده است. ساکنان شهر ترسونزاده با شکرگزاری از فیض استقلالیت و وحدت ملی نوروز خجسته را با شکوه خاصه تجلیل نمودند. همچون آیین نک نوروزی قلب از تجلیل جشن مردم ما با تازه آزاده نمودن خانه و کاشانه خود مشغول شده گلگشت و خیابان و باغ و میدانها را آباد و خرم می‌گردانند، لباس نو به بر می‌نمایند و همدیگر را با دل و نیت نیک تبریک می‌نمایند. من امروز خودتان دیده استادید که در جماعت دهاتی به نام جلال رحمانوف نوروز جمهوری نوروز بین المللی با قید گرفته استادیم که این از آن چی است؟ از آن استقلالیت با همه شکرانه میکنیم که امروز من هم قدر امکانیت ها هست. من از دهه مبنیاز تاشفی جماعت جلال رحمانوف نوروز بین المللی جشن گرفته استاده است. همین طور ساکنان شهر ترسونزاده نوروز عالم‌افروز را با خرسندی استقبال گرفتند.